بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. با شما هستیم با درسی دیگر از مجموعه درس‌های شرح معانی آیات و تفسیر سوره مبارکه بقره و آیات دیگری از این سوره رو به همراه شما گرامیان به تلاوت خواهیم گرفت و درباره مفاهیم و معانی این آیات با هم سخنی خواهیم داشت و گفتگویی خواهیم داشت. در درس گذشته و در برنامه گذشته به همراه شما گرامیان تا آیه 46 از سوره مبارکه بقره رو پیش رفتیم و در این برنامه هم بیاری الله متعال از آیه 47 به بعد موضوع رو به همراه شما گرامیان ادامه خواهیم داد. الله متعال در امتداد ذکر حکایت بنی اسرائیل بعد از پایان داستان خلافت آدم علیه السلام و حکایت آدم علیه السلام و چگونگی آمدن او روی زمین برای ما داستان بنی اسرائیل رو آغاز نمود. بزرگترین داستانی که در قرآن کریم در سوره های مختلف با تفاصیل مختلف ذکر شده است و گفتیم که ارتباط این آیات با آیات خلافت آدم علیه السلام در این بود که در میان نسل آدم علیه السلام که نسلی بعد از نسل دیگر خلیفه و جانشین یکدیگر در روی زمین بودند، بنی اسرائیل از میان اینها یک نمونه است که الله متعال به آنها لطف و احسان بسیاری کرد، اما آنگونه‌ای که شایسته این لطف و احسان است قدردانی نکردند. بر این اساس الله متعال به عنوان یک نمونه شکست خورده از بنی اسرائیل در خلافت انسان روی زمین یاد می کند و دلایل آنها رو ذکر می کنه. تمام تفاصیل این دلایل این شکست، نعمت‌هایی که به آنها داده شده است، اشتباهاتی که مرتکب شده اند و کارهایی رو که انجام دادن، همه اینها رو به تفصیل الله متعال برای ما در یک بحث بسیار مفصلی تا حدود آیه 124 در همین سوره از آیه 39 که حکایت آدم علیه السلام به اتمام رسید از آیه 40 داستان بنی اسرائیل شروع می شود تا آیه 124 ادامه پیدا می کند و بعد از او هم همچنان ذکر آنها به جا می ماند. در آیه 40 تا آیه 46 الله متعال در یک خطاب بنی اسرائیل را فرزندان و نسل و ذریه یعقوب علیه السلام رو برای ما خطاب قرار داد و با آنها یادآوری کرد که آن عهدی رو که از آنها گرفته بود که به الله متعال ایمان بیاورند، موحد باشند و به پیامبرانی که بعد از آنها می آیند هم ایمان بیاورند رعایت کنند و آیاتی رو در این باب به تفصیل خواندیم و احکامی و دستوراتی که در این باب بود. دوباره در آیه 47 همین تعبیر یا بنی اسرائیل تکرار می شود، یعنی دقیقاً همون چیزی که در آیه 40 شروع شد. ابتدای آیه 40 و ابتدای آیه 47 دقیقاً یک لفظ است و یک تعبیر است. در آیه 47 الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل. درباره بنی اسرائیل به تفصیل در قسمت گذشته صحبت کردیم که به چه معناست و خلاصه اون می‌شود ای فرزندان یعقوب. اسرائیل نام یعقوب علیه السلام و لقب پیامبر بزرگوار الهی یعقوب علیه السلام بود و الله متعال اونها رو به نام پیامبر بزرگوار یعقوب علیه السلام خطاب کرد تا تأثیر بیشتری بر آنها داشته باشد. ای فرزندان کسی که او پیامبر بزرگواری بوده است، شایسته شأن شما، شایسته فرزندان و نسل او نیست که چنین رفتار کنند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یاد کنید اون نعمتهایی را که من الله با عظمت به شما ارزانی داشتم، به شما اهدا کردم، به شما دادم. این تعبیر رو ما در آیه 40 تا اینجا رو داشتیم. اینجا
الله متعال برای ما این نعمت‌ها رو یکی یکی به تفصیل ذکر میکنه. تفاصیل این نعمت‌ها رو اینجا ما در این آیات داریم. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یکی از نعمت‌ها این است که من الله با عظمت شما را، آبا و اجداد شما را برتری دادم در زمان خودشان بر جهانیان زمان آنها. خطاب این آیه اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم برای شما، وقتی این آیه نازل میشد در مدینه منوره بر رسول صلی الله علیه و سلم و خطاب اول آیه یهودیان مدینه بودن، خب نعمتی که به آنها داده شده بود در حقیقت نعمتی بود که به آبا و اجداد آنها داده شده بود و چون نعمتی که به آبا و اجداد داده شده اینها هم خود رو به اونها نسبت میدادند و از همان نسل میدانستند و افتخار میکردند که از بنی اسرائیل هستند، از فرزندان یعقوب علیه السلام هستند، الله متعال اونها رو هم شامل کرد، گویی که اینها هم در همان نعمت‌هایی که به آبا و اجداد آنها داده شده شریک هستند. اینجا الله متعال فرمود و انی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل رو فرمود که من الله با عظمت شما را برتری دادم، آبا و اجداد شما را برتری دادم بر جهانیان زمان خودشان. تمام مفسرین اتفاق نظر دارند که اینجا این تعبیر و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را بر جهانیان برتری دادم، منظور جهانیان زمان خودشان است. یعنی در هر عصر و زمانه‌ای که پیامبرانی برای بنی اسرائیل آمدند، آنها در زمانه خود نسبت به اقوام دیگری که بودند برتری داشتند. پیامبران الهی از بین آنها بودند و عده‌ای از آنها به پیامبران الهی ایمان آوردند و این برتری مشروط است. یعنی اینکه این برتری بنی اسرائیل در آن زمان و در آن دوره به شرط این بود که اینها ایمان بیاورند به پیامبران خودشان و پیرو آنها باشند و اطاعت بکنند از دستورات و فرمانهایی که الله متعال برای آنها صادر کرده است. زیرا الله متعال با هیچ کسی رابطه نسبی و خویشاوندی ندارد که آنها را از بقیه بهتر بداند و بشمارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما نزد الله متعال با تقواترین شماست. این برتری که در آن زمانه، در زمان خودشان، در زمانی که موسی علیه السلام بوده است، در زمانی که عیسی علیه السلام بوده است، برتری بنی اسرائیل بر جهانیان زمانه خودشان، این برتری مشروط به اطاعت و فرمان برداری آنها از دستورات الله متعال بوده است. زیرا اگر بخوایم این رو به این معنا بگیریم که اینها در طول تاریخ برتر بودند و الان یک کسی بیاید، یهودی بیاید و ادعا بکند در قرآن شما آمده است که ما از شما بهتر هستیم، این ادعا باطل است. زیرا در همین قرآن کریم الله متعال درباره همین یهود، دوباره درباره همین بنی اسرائیل، همین نصارا دوباره صحبت می‌کند و می‌فرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه. به خاطر نقض پیمانی که کردند، به خاطر اینکه وفای به عهد نکردند، به خاطر اینکه از راه منحرف شدن، آنها را لعنت کردم من الله با عظمت و قلب‌های آنها را سخت کردم. و همچنین الله متعال در سوره مبارکه مائده می‌فرماید در آیه 78 که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. لعنت شدن بسیاری از کسانی که کافر شدن از بنی اسرائیل بر زبان پیامبران الهی به مانند داوود و عیسی فرزند و پسر مریم علیهم السلام. و این آیات و مجموعه آیات دیگری که فراوان هستند و در همین سوره مبارکه بقره هم حالا آیات پیشتر می آید که الله متعال به ذکر تفصیلی کفر و شرک و انحراف و تجاوز و تعدی و حتی قتل انبیا به دست بنی اسرائیل اشاره می‌فرماید که بنی اسرائیل حتی به کشتار انبیا دست دادن، پیامبران الهی رو حتی کشتن، حتی به ذات الهی توهین کردند و گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. و همچنین گفتن و قالت الیهود ید الله مغلوله. اینها آمدن و گفتن که اولا که الله متعال فقیر است، در آیه که باز تلاوت شد گفتن که دست الله متعال بند است و خسیس است. منظورشان این بود که الله متعال فقیر است و الله متعال بخیل است. و الله متعال در آیات دیگری از قرآن کریم این موضوع را اشاره می‌فرماید که یهود لعنت شدن، نفرین شدن، بنی اسرائیل لعن شدن، نفرین شدن بر زبان انبیای الهی از سوی الله متعال، کفر کردن، شرک کردن و اینها
مستحق عذاب الهی شدن. بنده متعال برخی از اونها را حتی تبدیل به حیواناتی کرد و جعل منهم القردة والخنازیر و همچنین کسانی از اونها رو تبدیل به بوزینه کرد، تبدیل به خو کرد. و این رو الله متعال اشاره می‌فرماید. اینجا پس مجموعه آیات وقتی که کنار هم بگذاریم آیات رو، کاملا واضح و آشکار می‌شود که این برتری که اینجا ذکر شده و انی فضلتکم علی العالمین، این برتری در همان زمان و مشروط به اطاعت از الله متعال بوده است. و زیرا اینها وقتی که از این شرط‌هایی که برای اونها گذاشته شده بود خارج شدن و اطاعت نکردن و نافرمانی کردن، الله متعال این افضلیت را از آنها گرفت و داد به امت دیگری. امت محمد صلی الله علیه و سلم سکاندار این دعوت شدن و کتاب آسمانی برای آنها نازل شد و پیامبر جدید برای آنها آمد. و الله متعال در سوره مبارکه آل عمران صراحتاً می‌فرماید که کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما ای پیروان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بهترین نسلی هستید، بهترین انسان‌هایی هستید که برای بشریت آمده اید، به خاطر اینکه به شرط اینکه شما این شرط اونجا هم باز این برتری مشروط است، یعنی برتری امت محمد مصطفی علیه السلام هم بر دیگر امتیان زمانه آنها مشروط به این است که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. به این خاطر که شما امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، در حالی که بر الله متعال ایمان و باور دارید، در حالی که شما از الله متعال امید اجر و پاداش دارید و اعتقاد دارید به آخرت و حساب کتاب الهی و ملاقات با او. پس اینجا این که الله متعال میفهمد که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را برتری دادم بر جهانیان. این برتری مقطعی در همون زمان است، در زمانه خودشان. بنی اسرائیل در زمانه خودشان وقتی که مؤمن بودند، وقتی که مسلمان بودند، وقتی که تابع اوامر الهی بودند، بر انسانهای دوربر خود و زمانه خود برتری داشتند و این برتری به خاطر انحراف آنها از این مسیر از آنها گرفته شد و سپس به امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داده شد و این برتری مشروط است، زیرا الله متعال با هیچ کسی رابطه خویشاوندی و نسبی ندارد و این اکرمکم عند الله اتقاکم. در ادامه الله متعال میفرماید واتقوا یوما، بترسید ای بنی اسرائیل، بترسید ای مخاطبین قرآن، بر حذر باشید. واتقوا یوما، از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از آن روز قیامت، بترسید از آن روزی که پیش روی شماست، آن روزی که هیچ کسی به جای کس دیگری جزا داده نمی شود. لا تجزی نفس، هیچ نفسی جزا داده نمی شود. لا تجزی فعل مؤنث به کار رفته به خاطر اینکه کلمه نفس در لغت عرب مؤنث به کار می رود. جزا داده نمی شود هیچ نفسی عن نفس شیئا، به جای نفس دیگری. هیچ کسی به جای کس دیگری مجازات نمی شود. ولا تزر وازرة وزر اخرى. در آیه دیگری الله متعال می‌فرماید که در سوره مبارکه فاطر که هیچ کسی بار گناه کس دیگری را به دوش نخواهد کشید. اینجا خطاب اول آیه به یهود است. ای یهودیان، ای بنی اسرائیل، ای مسیحیان. خطاب به بنی اسرائیل است به صورت عام که شما بترسید، مخالفت نکنید، برگردید به مسیر حق، به مسیر توحید، ایمان بیاورید به محمد مصطفی علیه السلام. و خطاب بعدی عام هست برای همه مخاطبین قرآن کریم که ای کسانی که قرآن کریم را میشنوید، ای کسی که قرآن را میخوانی، بترس، آمادگی بگیر، بین خود و عذاب الهی یک پوششی قرار بده. و تقوا یعنی بین خود و عذاب الهی یک چیزی رو به عنوان وقایه آدم قرار بدهد، حفاظی، محافظتی از خود داشته باش، آمادگی بگیر، بترس، خود را آماده کن برای آن روز. یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آن روزی که هیچ کسی به درد کس دیگری نمیخورد. الله متعال در قرآن کریم روز قیامت برای ما وقتی که معرفی میفرماید، اون روز با اسمهای مختلفی، با نامهای مختلفی از او یاد شده است که نشان از اهمیت آن روز دارد. و روزی که الله متعال میفرماید یوم یجعل الولدان شیبا، اون روزی که کودک رو پیر میکند، اون روزی که حساب کتاب انجام می شود. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه،
اون روزی که انسان از برادر خود می‌گریزد، اون روزی که انسان از مادر و پدر خود می‌گریزد و آن روزی که انسان از همسر و فرزند خود می‌گریزد. بعد از هزاران سال که بین انسان و بین کسانی که مردند و از دنیا رفتند، از خانواده او، بین خواهر و برادر او، بین پدر و مادر او، بین همسر و جگرگوشه او، فرزند او فاصله افتاده بود. الان مشخص نیست چند هزار سال در قبر اینا از هم دور بودند. الان در صحرای محشر همه بیرون می آیند و به جای این که الان همدیگر رو ببینند و خوشحال بشوند و در آغوش بگیرند، بعد از مدتها، بعد از انتظار چند هزار ساله، الان یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یک روز بسیار عجیبی رو الله متعال به تصویر میکشه برای ما. چطور میشه تصور کرد که انسان بعد از صدها سال، بلکه هزاران سال فاصله بین خودش و خانواده خودش، الان اونها رو میبینه و به جای اینکه اونها رو در آغوش بگیره و به جای اینکه اونها رو با اونها گرم بگیره و از حال اونها جویا بشه، از اونها میگریزد و فرار میکنه. انسان از نزدیکترین افراد خود فرار میکند. اون روز سختی است. آیات فراوانی رو الله متعال در این باره برای ما ذکر می‌فرماید. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. بترسید ای مردم از آن روزی که هیچ نفسی به جای نفس دیگری حساب و کتاب نخواهد شد. نه پدر به درد پسر میخورد و نه به پسری اجازه داده خواهد شد تا به درد پدرش بخورد. آن روز به درد کسی نمیخورد، کسی به درد کسی نمیخورد، کسی بار کسی را به دوش نمیکشد. یود المجرم، اون روز انسان مجرم حاضر است لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه، حاضر است که فرزند خود رو فدا بکنه، فدیه بده، بگه بچه من رو بگیرید ببرید عذاب بکنید اما من رو نجات بدید، اما قبول نخواهد شد. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعة. میانجیگری هیچ کسی در حق کافران قبول نخواهد شد. ولا یقبل منها شفاعة. در آن روز هیچ شفاعتی قبول نمی شود برای کافران. موضوع شفاعت در روز قیامت از مجموع آیات قرآن کریم وقتی کنار هم آیات رو میگذاریم و احادیث رسول الله علیه السلام رو هم که در این باب احادیث صحیحی ذکر شده است کنار هم میگذاریم، به این نتیجه میرسیم که در روز قیامت برای انسان کافر، برای انسان مشرک، برای انسان منافق هیچ شفاعتی وجود ندارد. و این آیه هم در سیاق ذکر حکایت بنی اسرائیل و کسانی که میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه، آنها کسانی بودند که میگفتند ما فرزندان الله متعال هستیم، ما محبوبان درگاه الهی هستیم، و کسانی که میگفتند لا يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارا، به جنت نمی رود مگر کسی که یهودی باشد یا مسیحی باشد، و میگفتند وقالوا لن تمسنا النار الا اياما وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ما را آتش در بر نمیگیرد، اگر هم در بر بگیرد چند روز معدودی بیشتر نخواهد بود. اینها فکر میکردن که الله متعال اونها رو به بهشت خواهد برد و اگر هم به مشکلی بخورن آبا و اجداد آنها که انسانهای خوبی بودند اونها رو شفاعت خواهند کرد. الله متعال میفهمد برای کافر هیچ شفاعتی نیست. در آیات دیگری از قرآن کریم درباره کافر میفرماید فما تنفعهم شفاعة الشافعین، شفاعت هیچ شفاعت کننده‌ای به درد آنها نخواهد خورد. این برای کافران است. این برای کسانی است که به الله متعال ایمان نیاوردند. الله متعال میفرماید فما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. روز قیامت انسان ظالم در رأس آنها مشرک است که ان الشرک لظلم عظیم. کسانی که مشرک بودند، کسانی که کافر بودند، کسانی که منافق بودند، نه دوست صمیمی دارند، نه شفاعتی در حق آنها پذیرفته خواهد شد. این شفاعتی که اینجا الله متعال میفرماید ولا یقبل منها شفاعة برای کفار است. اما برای مؤمنان، برای مسلمانان شفاعت وجود دارد، زیرا که الله متعال میفرماید من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در آیت الکرسی در آیه 255 همین سوره مبارکه بقره الله متعال میفرماید کیست که در پیشگاه او شفاعت بکند مگر به اذن او. و آیات دیگر قل لله الشفاعة جمیعا، قل لله الشفاعة جمیعا،
بگو شفاعت فقط از آن الله متعال است. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. در آیه دیگری می‌فرماید و شفاعت نمی‌کنند شفاعت کنندگان روز قیامت مگر آن کسی را که الله متعال راضی باشد. شفاعت از آن الله متعال است. اذن شفاعت را الله متعال باید بدهد. چه کسی شفاعت می‌کند را الله متعال انتخاب می‌کند و چه کسی شفاعت می‌شود را هم الله متعال انتخاب می‌کند. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله علیه و سلام فرمود که هر پیامبری دعای مستجابی دارد و من دعای خودم را، دعای مستجاب خود را نگه داشتم تا روز قیامت برای امت خود استفاده بکنم و ان شاء الله هر کسی که از امت من با توحید از دنیا برود و کفر و شرک نکرده باشد شفاعت من او را در بر خواهد گرفت. شفاعت من او را در بر خواهد گرفت. و در حدیث دیگری وقتی که از رسول الله علیه السلام پرسیده شد که چه کسی شایسته تر به شفاعت شماست در روز قیامت، فرمود هر کسی که از امت من با صدق و اخلاص بگوید لا اله الا الله و لا اله الا الله، با توحید از دنیا رفته باشد. شفاعت در روز قیامت برای انسان مؤمن مسلمانی که مشرک نبوده است اما گناهان او به خاطر وسوسه شیطان، به خاطر غالب شدن شهوت و نفس اماره بر او بیشتر از ثوابهای او بوده، گناهش بیشتر شده الان از اجر و پاداش و ثواب او، الان این نیاز به شفاعت داره. این انسان نیاز به شفاعت داره. انسان مؤمنی که گناهکار است شفاعت می شود. این کجا؟ و اون انسان کافری و اون انسان ظالمی و اون انسان فاجری که اصلا الله متعال رو قبول نداشته است. شفاعت برای انسان مؤمن وجود دارد. شفاعت از سوی الله متعال، شفاعت از سوی ملائکه، شفاعت از سوی انبیاء الهی، شفاعت از سوی مؤمنان و صالحان. ما در روایات برای حافظ قرآن، برای شهید، همه این موارد ذکر شده است که شفاعت وجود دارد. شفاعت وجود دارد و یک مثال ساده ترش این است ولله المثل الاعلی. مثال الله متعال بسیار بالاتر از این است. شاگردی، معلمی شاگرد خود را میشناسد. این شاگرد سخت کوشی است. شاگردی است که احترام داره، علاقه داره به درس، باور داره به درس، علاقه داره به معلم خودش، احترام داره به معلم خودش، اما در امتحان به هر دلیلی نمره قبولی او یک مقداری کم است. یک نمره نیاز داره تا قبول بشه. الان برای این نمره داده می شود و مثال الله متعال خیلی بالاتر از این است. انسان مؤمن مسلمانی که نماز خوانده، روزه گرفته، عبادت خودش رو کرده، به حساب کتاب به روز قیامت همه اینها باور داره، اما و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، گناهانی انجام دادن، اعمال صالح انجام دادن، گناهان اونها بیشتر از اعمال صالح اونها شده، اینها شامل شفاعت می شوند. اما کسی که کافر است شامل شفاعت نمی شود. فهم مفهوم شفاعت نیازمند در کنار هم قرار دادن آیات قرآن کریم است. اینطور نشود که یک نفر این آیه رو ببینه که الله متعال میفرماید ولا یقبل منها شفاعت، هیچ شفاعتی وجود ندارد، بعد بگوید که تعارض وجود دارد، تناقض وجود دارد بین آیات قرآن کریم. هیچ تناقضی وجود ندارد. این آیه در سیاق کلام بنی اسرائیل که خود رو فرزندان الله متعال تصور می‌کردند و فکر می‌کردند که یقینا به بهشت می‌روند و حتی می‌گفتند لا يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارا، در همین سوره مبارکه الله متعال این ذکر رو از زبان آنها در آیه 111 می‌فرماید و ذکر می‌کند. الله متعال فرمود که یا بترسید از آن روزی که هیچ شفاعتی برای شما نیست. اگر این گونه کافر باشید، بر این مسیر ادامه بدهید، برای کافر هیچ شفاعتی نخواهد بود. فما تنفعهم شفاعت الشافعین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل و هیچ فدیه ای هم از آنها قبول نمی شود. ولا يؤخذ منها عدل، هیچ فدیه ای از آنها قبول نمی شود. پولی قبول نمی شود، مالی قبول نمی شود. هر چقدر هم که طرف مال بدهد قبول نخواهد شد، چون اصلا مالی نیست. در روز قیامت نه درهمی است، نه دیناری است، نه پولی است. از کجا میاره طرف پول رو؟ لخت و عریان از قبر می آید بیرون با دست خالی، با جیب خالی. آنجا اعمال است، آنجا اعمال صالح است. هر کسی که از هر کسی حقی میخواهد اعمال او را میگیرد. اگر عملی نداشت گناهان اون صاحب حق رو باید برای خود بپذیرد و قبول بکند. این حکایت روز قیامت است.
اونجا فدیه‌ای قبول نخواهد شد. در دائم متعال میفرماید که ان الذين كفروا در سوره مبارکه مائده لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر تمام آنچه در زمین است در اختیار انسان کافر باشد روز قیامت، و مثله معه، به اندازه زمین یک زمین دیگری رو هم داشته باش، به اندازه تمام سرمایه زمین و باز به اندازه آن دوباره به همراه این داشته باشد، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم، که این سرمایه به اندازه 2 برابر آنچه در زمین هست رو بیاورد و بدهد تا خود را از عذاب الهی نجات دهد، فدیه بده قبول نخواهد شد. ولهم عذاب علیم، عذاب بسیار دردناکی در پیش روی آنهاست. الله متعال میفهمد هیچ فدیه‌ای هم قبول نخواهد شد. ولا هم ینصرون، هیچ نصرت و پیروزی سراغ آنها نخواهد آمد. کسی هم اونها رو یاری نخواهد کرد. کسی به درد آنها نخواهد خورد. در دنیا اگر کسی به دام بیفته و در زندان بیفته، برای نجات این فرد چند راه وجود دارد. اگر کسی در دام افتاد و در زندان افتاد، یا واسطه‌گری و سفارش است، جناب رئیس، جناب وزیر، جناب سفیر، جناب کبیر، فلانی و فلانی و فلانی زنگ میزنن، واسطه میکنن، تماس میگیرن و آقا فلانی رو با شفاعت ما خارج کنید. الله متعال فرمود برای کافر شفاعتی نیست. یا اینکه فدیه میدهند، آقا اینقدر پول گرو میگذارن، سند خانه گرو میگذارن، پول میدهند، میخرند حکم رو. الله متعال فرمود خریدنی هم در کار نیست. یا اینکه کسی را میفرستن، میگن آقا این رو بگیرید فعلا، به جای او بیاید، این باشه تا اون باز پس برگرد. بعضی جا هست یک نفری رو میگن آقا فلانی به جای این میشینه، بگذارید فعلا بره 1 ساعتی 2 ساعتی 1 روزی اون برمیگرده. الله متعال فرمود نه، این هم نیست. لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. راه چهارمی هم در دنیا وجود داره. اگر حاضر نشدن کسی رو قبول بکنن، اگر حاضر نشدن که پول بپذیرن، اگر حاضر نشدن صاحبان اون زندان که فدیه رو هم قبول بکنن، شفاعت و واسطه کسی رو هم نپذیرفتن، نه کسی رو قبول کردن، نه میانجیگری و شفاعت و واسطه رو قبول کردن، نه پول و مال رو قبول کردن، راه چهارمی هم وجود دارد. زور، توسل به زور. یک گروهی بلند میشن، سلاح برمیدارن، حمله میکنن به زندان، حمله میکنن، اونجا رو تصرف میکنن، میزنن، میکشن، میبندن، آزادش میکنن. الله متعال میفرماید که این 4 راهی که شما در دنیا برای نجات مجرم استفاده میکنید، در آخرت هیچ کدام از اینها به درد شما نخواهد خورد. ای کسانی که به مال خود مینازید، ای کسانی که به ثروت و جاه خود مینازید، اینها در روز قیامت به درد شما نمیخورد. آمادگی بگیرید، بترسید از آن روز و خود رو آماده بکنید برای آن روزی که هیچ کدام از اینها به درد شما نمیخورد. در ادامه الله متعال برای ما از نعمت دیگری صحبت می‌فرماید، از بنی اسرائیل، یک نعمت بسیار عظیم، یک نعمت بسیار بزرگ، نعمتی که بنی اسرائیل رو برای ما الله متعال به تصویر می‌کشد که چه ظلم و ستمی بر شما بود و این نعمت رو من به شما دادم. در این آیات الله متعال نعمت‌ها رو یکی یکی ذکر می‌کنه. و اذ نجیناکم من آل فرعون، به یاد آورید اون لحظه‌ای که من الله با عظمت شما را نجات دادم از آل فرعون. من آل فرعون، آل فرعون لقب تمام پادشاهانی است که بر قبطی‌ها، یک قومی در مصر، حکومت می‌کردند. این قوم هر پادشاهی که داشتن لقب اون پادشاه فرعون بود. فرعون، همانطور که مثلا در سرزمین فارس میگفتن کسرا، در سرزمین روم به پادشاهان روم میگفتن قیصر، در سرزمین حبشه به پادشاهان حبشه میگفتن نجاشی، در سرزمین یمن به پادشاهان یمن میگفتند تبع، در سرزمین مصر پادشاهانی را که از قوم قبط یا قبطیان بودند گفتن فرعون. در قرآن کریم این کلمه برای مبارزه با موسی علیه السلام
به شخصی اطلاق شده است که پادشاه آن زمان بوده است. پادشاه مصر در زمانی که موسی علیه السلام در مصر بوده است. فرعون، اسم این شخص رو ذکر کردن رامسیس دوم. در بعضی کتاب‌ها گفتن که رامسیس دوم نام داشته است. نام این فرعون زمان موسی علیه السلام نامش بوده است رامسیس دوم. الله متعال می‌فرماید و اذ نجیناکم من آل فرعون، من شما را نجات دادم از آل فرعون. آل فرعون، آل به کسانی گفته می شود که جزو خانواده طرف هستند. آل فرعون یعنی خانواده فرعون، یعنی قوم و طایفه فرعون، یعنی لشکر و پیروان فرعون، یعنی کسانی که در دین و آیین و مذهب او هستند. همه اینها رو در بر می‌گیرد. آل فرعون یک معنی عامی دارد که آل فرعون به تمام کسانی که پیروان او بودند، اقوام او بودند، لشکر او بودند، دولت او بودند، سرباز او بودند، حاشیه و اطراف او بودند، همه اینها رو در بر می‌گیرد. الله متعال می‌فرماید شما را نجات دادم از آل فرعون و اذ نجیناکم، نجات دادم شما را ای بنی اسرائیل. شما در زیر ظلم و ستم وحشیانه فرعون بودید. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم، مکرر مداوم پشت سر هم میچشاند به شما سوء العذاب، بدترین انواع عذاب رو. بدترین انواع عذاب رو برای شما بنی اسرائیل رامسیس دوم، اون فرعونی که در زمان موسی علیه السلام بود، به شما میچشاند. بدترین انواع عذاب رو به شما می آورد. الله متعال در ادامه برای ما ذکر می‌فرماید که این انواع عذاب چه بود. انواع عذاب رو برای ما ذکر می‌فرماید. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. یذبحون ابناءکم، ذبح می‌کردن پسران شما رو. ذبح می‌کردن پسران شما رو، سر می‌بریدن. ذبح یعنی سر بریدن. بدترین نوع عذاب است. چرا این کار رو می‌کرد فرعون؟ چرا فرعون فرزندان بنی اسرائیل رو سر می‌برید؟ ما در آیات قرآن کریم وقتی که نگاه می‌کنیم، دو مرحله رو میشه برداشت کرد و استنباط کرد از آیات قرآن کریم که دو مرحله کشتار فرزندان در بنی اسرائیل توسط فرعون انجام شده است. یکی مرحله قبل از تولد موسی علیه السلام است که در سوره مبارکه قصص داستانش ذکر میشه و خود این داستان کشتار فرزندان در این سوره و سوره های دیگر ذکر شده، من جمله در سوره مبارکه قصص. و برخی از مفسرین داستانی ذکر کردند که فرعون خواب دید که آتشی از سرزمین شام بلند میشه و حرکت میکنه از فلسطین و می آید به منطقه مصر و به خانه های قبطی ها وارد میشه و همه اونها را آتش میزنه و خانه های بنی اسرائیل میماند و اونها را آتش نمیزنه. همه معبران رو دور بر خودش جمع میکنه و از اونها پرسید که این تعبیر خواب من چیست؟ تعبیر این خواب چیست؟ همه یک قول واحد گفتن که یک فردی، کودکی از بنی اسرائیل متولد می شود که او بزرگ می شود و با تو مبارزه می کند و ملک و پادشاهی تو به دست او از بین خواهد رفت. بعد از این تعبیر خواب فرعون چنان وحشت کرد که دستور داد تمام فرزندان پسر رو از بنی اسرائیل بکشند. بنی اسرائیلی که سالها بود زیر ظلم و ستم و شکنجه فرعون و فرعونیان بودند. به این طریق یک زجر و یک عذاب بسیار بزرگ شروع شد. کافیه که من و شما اینقدر تصور بکنیم که وقتی که جلوی چشم من و شما فرزند من و شما رو بکشند، یذبحون ابناءکم، فرزند انسان رو جلوی چشم انسان سر ببرند و هیچ کاری نتونه بکنه انسان. یذبحون ابناءکم، چقدر دردآور است این حکایت، چقدر تلخ این حکایت که طفل انسان رو، فرزند انسان رو جلوی چشم انسان سر ببرن و انسان نتوانه هیچ کاری انجام بده. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، و زنان شما را زنده نگه می داشتن. یستحیون،
طلب میکردن زندگانی زنان شما رو. الله متعال از کشتار فرزندان پسر میگوید یذبحون ابناءکم، فرزندان پسر رو میکشتن، دخترها رو نمیکشتن، میگذاشتن تا بزرگ بشن. یستحیون نساءکم، زن بشن اینها، و زنها رو زنده نگه میداشتن، طلب میکردن تا زنده بمانند. در این میان ذکر مردها نیست. در این آیه وقتی نگاه میکنید شما، ابناءکم رو گفته، پسران رو ذبح میکردن، یعنی دختران رو ذبح نمیکردن. و یستحیون نساءکم، و زنان رو زنده نگه میداشتن به نیت کنیزی، به نیت اینکه اونها رو کنیز خود بگیرن، به اونها تجاوز بکنن، به اونها دسترازی بکنن و سوء استفاده بکنن از اونها رو کارگر خود قرار بدن. اینجا الله متعال ذکر مردها رو نکرده، عذابی که به مردها می آمد. چون همین که مردی می بینه جلوی چشم او فرزند او سر بریده میشه و ببینه که زن او، دختر او، خواهر او رو به زنده بردن و سوء استفاده میشه از او، تجاوز میشه به او، از این زجر و از این عذاب بدتر برای یک مرد وجود نخواهد داشت. برای یک مرد از این عذاب بدتر نیست که فرزندش جلوی چشمش سر بریده بشه و زن او رو و همسر او رو و ناموس او رو و دختر او رو ببرند و به او تجاوز بکنند. این کار رو الله متعال میفرماید فرعونیان با بنی اسرائیل میکردند. یذبحون ابناءکم، فرزندان شما رو سر میبریدند، دختران شما و زنان شما رو میبردند و به اونها تجاوز میکردند. این درد بسیار بزرگی است، عذاب بسیار تلخی است. این حجم عذاب رو الله متعال برای ما یک اشاره‌ای کرده که درک بکنید چه حجمی از عذاب سر اینها بود. غیر از اون که اینها صبح تا شب کارگری میکردن، اینها ممنوع سفر بودن، اینها در اردوگاه‌های کار اجباری برای فرعون و فرعونیان، برای آل فرعون کارگری میکردن، مرد و زن اونها صبح تا شب شهرها میساختن، اهرام میساختن، مجسمه ها میساختن و قصرها میساختن و کار میکردن و شلاق میخوردن. نسل پشت نسل یکدیگر می آمدند و در همین خفت و خواری زندگی میکردند. یکی از دلایل ذبح فرزندان ترس از به دنیا آمدن فرزندی بود که در آینده پادشاهی فرعون رو از بین می برد. و در همین حالت بود، در همین شرایط بود که موسی علیه السلام به دنیا آمد. و الله متعال به مادر او امر کرد و اوحینا الی ام موسی، الهام کرد به او که فرزند خود را به آب بینداز. و به آب انداخته شدن موسی علیه السلام به خاطر این بود که مادرش نمیخواست ببیند که جلوی چشم او فرزند نازنین او رو سر میبرند. در سوره مبارکه غافر یک مرحله دیگری از این عذاب رو هم الله متعال برای ما به تصویر میکشد. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. در آیه 23 بعد الله متعال میفرماید که موسی علیه السلام را با آیات واضح، با معجزات فرستادم به سوی فرعون، به سوی هامان، به سوی قارون. هر کدام از اینها نماد ظلم است، شکنجه است، ستم است. فرعون در قدرت بود، هامان وزیر بود، قارون ثروتمند و تاجری که حمایت میکرد از این ظلم. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی که با اون حق و حقیقتی که من در راه عظمت بود داده بودم با آن نزد آنها رفت، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، فرزندان کسانی که با موسی ایمان آوردند، به او ایمان آوردند، فرزندان آنها را بکشیم. و استحیوا نساءهم، و زنان آنها را زنده نگه دارید. این مرحله دوم کشتار فرعون بر علیه بنی اسرائیل است. دو مرحله کشتار ذبح اطفال ما داریم. یک مرحله قبل از تولد موسی علیه السلام به هدف جلوگیری از تولد موسی که به دست او حکم و پادشاهی فرعون از بین می رود. و مرحله دوم مرحله پیشگیری از ازدیاد نسل و بیشتر شدن نسل موحدان، کنترل نسل، کسانی که با او ایمان آوردن. اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه،
فرزندان کسانی که به او ایمان آوردن رو بکشیم. نگذارید که مسلمان ها زیاد بشن. جلوگیری از ازدیاد نسل و این فعل فرعونیان هست. در هر جایی که جلوگیری میکنن از این که فرزند مسلمان زیاد بشه، جمعیتشون زیاد بشه، مسلمان ها به هر دلیلی، در بیمارستان ها، منع از ازدواج و طرحهای بسیار زیادی که استفاده میشه، هر جایی که از ازدیاد نسل موحدین و مسلمانان جلوگیری میشود، این یک نقشه است که فرعون انجام داده است و فرعونیان زمان ما هم انجام میدهند. 2 مرحله کشتار، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. چقدر سخت بوده برای کسانی که در آن زمان زندگی میکردند که جلوی چشم اونها فرزند اونها کشته بشه و صبح تا شب زجر بکشن و عذاب ببینن و شلاق بخورن و در زندان باشن و کارگری بکنن. یک روزش رو نمیشه تصور کرد. و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و در این برای شما بلاء، ابتلای بسیار سختی بود. بلاء من ربکم عظیم، از جانب پروردگارتان. عظیم صفت بلاست. بلاء عظیم من ربکم، ابتلای بسیار سختی از جانب الله متعال برای شما بوده است. یکی از اقوال مفسرین این است که این بلاء برمیگرده به همین ابتلا و آزمایش و این مصیبتی که آمد، این بسیار سخت بود. ابتلا هم در مصیبت است و هم در نعمت است. و بلوناهم، الله متعال در سوره مبارکه اعراف می‌فرماید و بلوناهم بالحسنات والسیئات، من اونها را آزمایش کردم با خوبی ها، نیکی ها و با سختی ها و مشکلات. و نبلوکم بالشر والخیر فتنة، الله متعال می‌فرماید من شما را با مصیبت ها و با نعمت ها آزمایش میکنم. بلا در لغت عرب یعنی ابتلا، یعنی آزمایش. آزمایش الهی هم با سختی است هم با نعمت است. با سختی آزمایش میکنه تا صبر انسان را بیازماید و با نعمت آزمایش میکنه تا حمد و شکر انسان را بیازماید. اینجا و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اگر مراد این عذاب رو بگیریم، این شکنجه ها رو بگیریم، بله شما رو با این سختی ها آزمایش کرد. و اگر میتونیم معنای دیگری بگیریم، نجیناکم رو، نجات رو مراد قرار بدیم، الله شما رو نجات داد از آل فرعون، اینجا دیگه مراد اون نعمت است، اون لطف است، اون احسان است، احسان نجات از این شکنجه و عذاب. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، میشه هر دو رو در بر بگیره. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در اون شکنجه یک ابتلا بود برای شما در اون حالت، و در این نجات باز یک این نجات از دست این فضای مخیف و ترسناک، از این زندانهای مخوف، از این حاکم ظالم ستمگر جنایتکار، این خودش باز یک ابتلاء دیگری است برای شما. اون یک آزمایش الهی بود. این که شما را نجات داد، الان باز ببیند که شما چه میکنید. آیا شکرگزار نعمت الله متعال هستید یا نه؟ این یک آزمایش دیگر است. بعد از این الله متعال در آیه 50 یک حکایت بسیار عجیبی رو ذکر می‌فرماید. و اذ فرقنا، بعد از اینکه این شکنجه ها و این عذاب رو، نوعی از اونها رو فقط برای ما ذکر کرد که بسیار تلخ است. و اذ فرقنا بکم البحر، و بیاد آورید آن لحظه‌ای که من الله با عظمت برای شما دریا را باز کردم. و اذ فرقنا بکم البحر، خلاصه داستان این است که در این شکنجه و عذاب، وقتی که موسی علیه السلام به دنیا آمد، شما ببینید که این شکنجه و عذاب چقدر طولانی بود. از اون لحظه اولی که قبل از تولد موسی علیه السلام بوده است، این شکنجه بود و این قتل بود و این بردگی بود تا وقتی موسی علیه السلام بزرگ شد و رشد کرد و رفت به مدین، 10 سال آنجا ماند و دوباره پیامبر شد و آمد و سالهای سال با فرعون به مبارزه پرداخت و معجزاتی که به فرعون نشان داد و همه اینها به تفصیل می آید در قرآن. همه این اتفاقات رو سالهای سال طول میکشه، 30 سال، 40 سال، 50 سال طول میکشه تا به جایی میرسد که اراده الهی بر آن رفته که دیگر الان اتمام حجت شده برای آل فرعون و باید بنی اسرائیل از این وضعیت نجات پیدا بکنن و دستور میرسد به موسی که همه بنی اسرائیل رو همین امشب بیخبر از فرعونیان حرکت بده و حرکت کن به سمت دریا و برو.
و اونها رو از چنگ فرعون نجات بده. همه حرکت میکنن. بسیاری از کسانی که با موسی علیه السلام حرکت میکنن حتی به او ایمان هم نیاوردن. فما آمن لموسی الا ذریة من قومه على خوف من فرعون و ملئه ان یفتنهم. کسانی که موسی علیه السلام ایمان آوردن تعداد بسیار اندکی بودند، اما ده ها هزار نفر از بنی اسرائیل فقط با موسی همراه شدند به خاطر نجات از ظلم و ستم فرعون، نه به خاطر ایمان به موسی. موسی علیه السلام منجی بنی اسرائیل است. حرکت میکنند و به دستور الهی میروند. یک دفعه خود رو در برابر امواج دریا میبینند. این طرف دریاست و از اون طرف فرعون با خبر میشه که اینها فرار کردن با یک لشکر عظیم. برخی گفتن 1,000,000 نفر ارتش رو به حرکت در می آورد و به دنبال بنی اسرائیل و میگوید همه اونها رو از بین خواهم برد. در سوره مبارکه شعرا الله متعال برای ما به تصویر میکشه این حکایت رو. فلما ترى الجمعان، وقتی که دو گروه یکدیگر رو دیدن، اونها به دریا رسیدن، آب است، اگر به دریا بزنن غرق میشن. از این طرف لشکر فرعون صف کشیدن و رسیدن. هر دو گروه همدیگر رو میبینن. قال اصحاب موسی، کسانی که با موسی بودن گفتن انا لمدرکون، موسی بدبخت شدیم، احاطه شدیم، محاصره شدیم. از این طرف فرعون و لشکرش و از اون طرف دریاست، هیچ راه نجاتی نیست. موسی ما رو بدبخت کردی، در بدر کردی ما رو. موسی ما رو بیچاره کردی، تو ما رو به کشتار دادی، به کشتن دادی. در اون لحظه ای که هیچ امیدی به نجات نیست، الله متعال پیامبرش رو امر میکنه. وقتی که این جمله رو گفتن موسی علیه السلام فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز اینطور نیست که خدای متعال من رو تنها بگذارد، پروردگار من با من است، راه رو به من نشان خواهد داد. در بنبست راه آسمان باز است، پس پرواز کردن را بیاموز. موسی علیه السلام به خوبی میداند اگر راه این ور دریاست و این ور فرعون است، آسمان الله متعال است، الله متعال کمک خواهد کرد. او دستور داده که بیایم. فاوحینا الی موسی ان یضرب بعصاک البحر، به موسی علیه السلام الله متعال دستور میداد که بزن به دریا عصای خود را. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دریا شکافته می شود، دریا به دو بخش تقسیم میشه. وقتی که موسی علیه السلام عصای خود را به دریا میزنه، دریا شکافته می شود و دریا کنار می رود، به مانند دو کوه عظیم سمت راست و سمت چپ قرار میگیره و در این میان یک راهی ایجاد میشه. خشکی کف دریا نمایان میشه، حتی گل هم نیست که پای کسی در داخل این گل گیر بکنه و به یک باری یک معجزه عظیم اتفاق میفته که نمیشه با عقل تصورش کرد. نمیشه این رو به راحتی در هیچ قانون فیزیکی یا معادله شیمی یا در هیچ دانشگاهی توجیه کرد الا در مکتب الله متعال، در مکتب قرآن کریم، در مکتب ایمان که خالق آسمان ها و زمین هر لحظه‌ای که بخواهد قوانین خود رو تغییر خواهد داد. آتش برای ابراهیم نمی سوزاند، کارد گلوی اسماعیل را نمی برد و عصای دریای سرخ را به دو نیم می کند. در بهت و حیرت فرو رفتن بنی اسرائیل. و اذ فرقنا بکم البحر، من الله با عظمت دریا رو برای شما دو نیم کردم، دو شق کردم، فاصله انداختم بین دو قسمت آب. بنی اسرائیل در بهت و حیرت به دریا زدن. موسی علیه السلام پیش روی اونهاست و پشت سر اونها رفتن. آخرین نفر از بنی اسرائیل از این طرف وارد آب شد و فرعونیان به پشت سر آنها آمدن، حرکت کردن و از سوی دیگر آب خارج شدن. آخرین نفر از لشکر بنی اسرائیل خارج می شود از آب و از این سو آخرین نفر از فرعون و فرعونیان وارد آب می شود. فانجیناکم، من آن لحظه شما رو نجات دادم. و اغرقنا آل فرعون، تمام فرعون و لشکر فرعون و خاندان فرعون و همه کسانی که با او بودند رو من اونجا غرق کردم. وقتی که اینها فرعونیان هم وارد شدن، وقتی که موسی و لشکرش رفتن، فرعون و لشکرش هم به دنبال اونها آمدن در آب آمدن. وقتی همه اونها وارد آب شدن، الله متعال دستور داد آب به حالت اول برگردد و همه اونها رو غرق کرد. و عجیبتر از همه اینها این کلمه آخر آیه است، لفظ آخر آیه و اغرقنا آل فرعون، نه تنها فرعون، آل فرعون. در این آیه دقت کنید، ابتدا هم فرمود و اذ نجیناکم من آل فرعون،
نفرمود فرعون، با اینکه دستور فرعون داد، پادشاه فرعون بود، ظالم فرعون بود، ستمگر فرعون بود، اما همه رو در این شامل کرد. آل فرعون، لشکر فرعون، دولت فرعون، قوم فرعون، همراهان فرعون، هم باوران فرعون، چون اینها هم در این مجازات و شکنجه نقش داشتن. یک ظالم، سرباز اون ظالم، زندانبان اون ظالم، پلیس اون ظالم، شکنجهگر اون ظالم، کارمند اون ظالم، همه اینها در جرم او شریکن. کسی نمیتونه بگه که من مأمور بودم و معذور بودم، به من دستور داده بوده فلان پادشاه، من بعد اطاعت میکردم. تو پیش الله متعال به مانند آل فرعون پاسخگو خواهی بود. تو در جرم اون ظالمی که تو رو دستور داده ظلم بکنی در جرم او شریکی. هر کسی که جای ظلم میکنه در ظلم همه شریکن. همه کسانی که در یک ظلمی شرکت میکنن همه با هم عذاب خواهند شد. الله متعال میفهمد در ابتدا هم فرمود شما رو از آل فرعون نجات دادم و در آخر هم فرمود و اغرقنا آل فرعون، و من همه آل فرعون رو با او غرق کردم. همه کسانی که در ظلم و ستم با او شریک بودن و با او راضی بودن، همه اونها رو الله متعال از بیخ و بنکن و همه اونها رو غرق کرد. و زیباترین حکایت داستان قسمت آخر آیه است. و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، و من آل فرعون رو در حالی غرق کردم که پیش چشم شما داشتید نگاه میکردید. پیش چشم شما نگاه میکردید. پیرمردی که پشت او خمیده از شلاقهای سربازان فرعون و دست پیرزنی که تاول زده از زحمت کشیدن در زیر ظلم و ستم این ظالم و فرعون در آن گوشه نشسته و داره نگاه میکنه که چطور فرعون و فرعونیان در پیش چشمان او غرق میشوند. و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. زیباترین حالت اون حالتی است که مظلوم صحنه از بین رفتن اون ظالمی که عمری او رو شکنجه کرده بود رو با چشم سر می‌بیند. الله متعال می‌فهمد من این لذت رو به شما چشاندم. باور نمی‌کرد اون پیرمردی که از کودکی در زیر شلاق‌های این ظالم، در زندان‌های این ظالم 20 سال، 30 سال، 40 50 سال طاقت آورده که امروز این گونه الله متعال او رو عذاب ببرد، عذاب بدهد و از بین ببرد. از دل اون زنهایی که اونها رو زنده گذاشته بودند این ظالمان فرعون در زندانهای خود نپرسید که طاقت شنیدن آنها رو نه شما دارید و طاقت گفتن آنها رو هم من ندارم. نپرسید که بر زنها در زندانهای ظالمان چه میگذرد، از دل اون خواهران و مادران و دخترانی که در زندانهای ظالمان در زیر چکمه های این مستکبرینند. نپرسید که نه من طاقت گفتن دارم و نه شما طاقت شنیدن. الله متعال فرمود من در جلوی چشم همین مظلومان در این دنیا نشان دادم و در آخرت هم نشان خواهم داد. این عذاب این دنیاست. این عذاب این دنیا برای ظالمان است و عذاب آخرت برای ظالمان تکرار خواهد شد. چقدر این آیات برای من و شما عجیب است. انگار که اینها هی تکرار میشه در تاریخ، هی تکرار میشه. هی که شما میبینید وقتی که فرعون ها پشت سر هم سقوط میکنن، درهای زندان ها باز میشه و مظلومان میآیند و مظلومانی که باور نمیکنن آزادی رو از زندان ها خارج میشوند و این ظالمان و مستکبرانی که یکی پس از دیگری با خفت و خواری کشته میشوند، از بین میروند، محاکمه میشوند، به ذلت میافتند. کم ترکوا من جنات و عیون، چه باغهایی، چه چشمه هایی رو که ترک کردن، و زروع و مقام کریم، نخلستان ها، جنگل ها، ویلا ها، سرسبزی ها، کاخ ها، مقام کریم، ثروت ها. و نعمت کانوا فیها فاکهین، با اون نعمت هایی و اون ثروت هایی و اون نعمت هایی که اینها در اون لذت می بردن. کذالک و اورثناها قوما آخرین. الان کجا هستن؟ کجاست فرعون و آن ظلم و ستمش؟ کجاست هامان با آن ثروت، با آن قدرتش و ذکاوتش و کجاست قارون با آن همه ثروتی که داشت؟ الله متعال میفهمد من این همه به شما نعمت دادم و این نعمت و این تکرار می شود. اینها سنت های الهی است در طول تاریخ. فرعون نماد ظلم و ستم است در قرآن کریم.
نماد شکنجه است، نماد پادشاهان مستکبری است که فکر میکنن همیشه بر مسند قدرت هستند. فرعون. در کنار همین فرعون ما حکایت ها داریم. داستان فرعون در قرآن و داستان موسی علیه السلام داستان های بسیار زیبایی دارد که به همراه شما در درس های بعد ادامه خواهیم داد. وقت ما شما پایان رسید. ان شاء الله در آیات بعد مرحله بعدی رو، خلاصه داستان در رمتال در اینجا برای ما خلاصه رو میگوید. این تا اینجا مرحله اول است، یعنی حیات موسی علیه السلام، زندگی موسی علیه السلام 2 مرحله دارد یا بگوییم 3 مرحله. از تولد تا پیامبری، از پیامبری تا از بین رفتن فرعون. کار من این رو 1 مرحله حساب کردم. 1 مرحله از تولد تا از بین رفتن فرعون است. مرحله دوم بعد از فرعون تا وفات موسی علیه السلام است. تا اینجا مرحله اول بود. الان از اینجا بعد در رمتال نعمت‌های مرحله دوم رو باز ذکر می‌کند و بنی اسرائیل بعد از فرعون. تا اینجا بنی اسرائیل قبل از فرعون رو در 2 آیه خلاصه کردن رمتال و در آیات دیگری دستورهای مختلف به تفصیل در این باره صحبت می‌شود. به تفصیل صحبت می‌شود. تمام این مراحل یکی یکی، مبارزات فرعون با مبارزات موسی علیه السلام با فرعون، حکایت ساحران، حکایت مؤمن آل فرعون، حکایت بانوی عظیم آسیه ملکه مصر که در کنار فرعون چگونه الگوی مؤمنان می شود. همین ها را برای ما ذکر می فرماید. ان شاء الله در آیات بعدی به همراه شما این آیات رو بررسی خواهیم کرد. تا دیدار دیگر همه شما سروران بر رمتال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.